در گذرگاهی سرحدی سرازم تحت راهبری معاون رئیس شهر پروینه نقیبی همه با گلدسته ها بروی پیشوازی ورزشکاران دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند آمده بودند. از مسابقه جهانی دسته ورزشکاران پنجکند با 10 نشانی طلا برگشتند که این باعث افتخار است. دستپروران مؤسسه دولتی مکتب ورزش شهر و محفل دانشکده آموزگاری استاد دانشکده اویبک بردیموراتov، میرشاد صمدov و پهلوان دختر ماهیره نادیر و از مسابقه بین المللی از روی نمود پاورلیفتینگ سه حربه که در شهر سوزدل روسیه دایر گردید با 10 نشانی طلا، 5 نشانی نقره و غالب مطلق این مسابقه به وطن برگشتند که آنها را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر معاون رئیس شهر پروینه نقیبی، استادان دانشکده، پدر و مادران و دانشجویان پیشواز گرفته، پروینه نقیبی از نام رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده غالبان را شادباش گفته به آنها در مسابقه های من بعد نیز موفقیت آرزو نمود و همچون نشانی احترام و قدرشناسی خلعت زربافت پوشانیده گلدسته ها تقدیم نمودند. سپس در نزد بینوی اساسی دانشکده آموزگاری تاجیکستان با صدای کرنای سرنای غالبان پیشواز گرفته شدند که استاد ورزش این خوشحالی را چنین بیان نمود. من عبدالله شفقت میباشم، دکان فاکولته طبیعت شناسی و تربیت جسمانی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. خیلی که من میبینید ما در مسابقه 8مین چمپیونات جهان آیدی پاورلیفتینگ در شهر سوزدلی ولایت ولادیمیری فدراسیون روسیه در مسابقه اشتراک کردیم که ما همگی 13 مدال طلا و 6 مدال نقره به دست آوردیم و در همگی تاجیکستان جای پنجم در بین 20 دولت اشغال نمود که این سربلندی البته هم شهریان ما هم دیاران ما و ما از کمیته ورزش جمهوری تاجیکستان با رئیس حکومت شهر و از آن جمله کارگرانی که اونجا یاردم دادند با رکتور دانشکده معظم خان انصاری قدرت خان زاده تشکر میگویم و بالای این با تمام استادان همین درگاه ما که از حساب اقتصادی خیلی یاری بهترین رسانیدند ما سری تعظیم می‌آوریم و به همه همشهریانم سربلندی های و سرسبزی ها خواهانم. بردیموراتov اویبک غالب چند کرته مسابقه جهانی و وطنی که امروز استاد دانشکده گردیده است بهر تعلیم ورزشکاران خود را وظیفه‌دار می‌داند و برای این چاره‌های ضروری را به راه مانده است. ما من مسابقه جهانی رفته ولادیمیرسکی اوبلاست گورود سوزا رفته برآمد کرده 3 نمود به جای اول شدم و بین 23 ساله تا 39 ساله افسرون چمپیون گشتم. من منداداری خودم را ترینرم صمدov میرشاد باقایف عبدالله همینو میرسونم. Oy beydi, malumları, ustazları, hammalarınga teşekkür. Avvalistan prezidentimizge, bana oy beyjonni nimaga olib, bu birinchilikda olib kelganiga Xudoga ming adadlar shukr. O'tgan yili nimadan Turkiyadan edi. U yili Rossiyadan edi. Tabii yil kelasi yili ham omadlarini bersinlar, Tojikistonimizni ta bayrog'ini balandga ko'tarib shu yangi yillar kechasi hammang tuproq olsang oltin bo'lsang oltin boshi yeysan bo'lsang. ماهیره نادیر و دانشجوی سال اولی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند است و این موفقیت خود را مدیون استادان دانشکده می‌داند. در ساحه پاورلیفتر وزنبردار در وزن 52 کیلو برآمد کردم. رقیبانم خیلی سخت بودند از بلاروسیه. نو کوشش کردم که جای اول را گیرم. با دو مدال طلا برگشتم. میرشاد صمدov خود استاد اویبک بوده در این مسابقه به حیث استاد و هم ورزشکار اشتراک نموده و موفق گردیده است. سنوی 14 و 18 دکابر در فدراسیون روسیه ولادیمیرسکی اوبلاست شهر سوزدال چمپیونات جهان آیدی نمودی پاورلیفتینگ شده گذشت که
дар он ҷо аз тоҷикистон қариб зиёда аз 13 медали тилло ва 6 медали биринҷӣ ба даст овардем. дар ин мусобиқа ҳамчун мураббӣ иштирок карда ва ба як намудаш худам иштирок карда сазовари ҷои аввал ва ҷои дуюм гаштам. аз намуди русский жим баромад намудам. оянда кӯшиш менамоем ки дар дигар ҷоҳо дар дигар мусобиқаҳо иштирок намуда парчами тоҷикистонро баланд бардорем. از جانب ماموریت دانشکده این غالبیت قدردانی گردیده. سنه 23 دکبر پیش از آغاز ارائه پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ورزشکاران با مکافات‌های پولی و مالی سرفراز گردانیده شدند که چطور رکتور دانشکده پروفسور معظم خان انصاری گفت این موفقیت دانشکده است و بهر رشد ساحه ورزش دانشکده آموزگاری تاجیکستان باز هم تلاش خواهد کرد. سال سپری شده برای مردم وادی زرافشان شهر باستانی پنجکین و که در جمهوری تاجیکستان یک گروه زیادی استادان و دانشجویان دانشکده تاجیکستان در شهر پنجکین از نام جمهوری تاجیکستان در شهر سوزدلی فدراسیون روسیه برآمد کرده صاحب 6 مدال طلا و 5 مدال برنجی گردیدند که باعث افتخاری هر یک شهروند تاجیکستان وادی زرافشان شهر باستانی پنجکین و از جمله خرسندی تمام استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان را در بر میگیرد و به همین خاطر امروز در پیش از آغاز پیام پیشوای ملت ما تصمیم گرفتیم که این دستاورد را علاوه قید کرده برای چمپیون ها کمک های مادی معنوی سپاریم.